علی نظر محمدی که به خونه خودش برگشته و امیدواره که بتونه داماشی ها رو نجات بده بعد از مساوی های زیاد و نتایجی که به حال مورد قبول هوادارا نبود. علی نظر محمدی برگشت به داماش گیلان. در ترکیب تیم فجر شهید سپاسی علی غلامزاده در دروازه قرار گرفته. داماشی پشت محوطه توپو در اختیار یه لحظه یه شوت زدن که توپو برگشت دادن. کماکان موقع یه شوت دیگه که از کنار دروازه به بیرون میره. ضربه محمد امینی. گفتم علی غلامزاده در دروازه قرار گرفته. سینا شاه عباسی، سعید زاره، علی نبیزاده، حسین شهابی، محمد آژیر، عباس فیروز، حسین مالکی، امیر طاهر، حسین ساکی و علی رستمی بازی میکنن و اینور هم سعید ابراهیم پور، محمد امینی، کنان طاهر نژاد، محمد شریفی، مهرداد بایرامی، محمد مهدی خانی، علی خدایی، سعید حسین پور، سامان مهرابی زاده، آرمان لطف خدا و رضا زاهد تبار برای داماش به زمین اومدن. سرمربی تیم فجر شهید سپاسی هم پیروز قربانی بازیکن سالهای گذشته استقلال تهران. داماشی ها توپو در اختیار دادن. اعلام خطا نکرد داور. حالا کماکان داماشی ها، حالا فجری ها توپو در اختیار دارن. حسین مالکی اینور مهدی خانی توپو در اختیار داره. محمد شریفی موفق بازیکنای فجر سپاسی. حالا داماشی ها توپو دور میکنن. یعنی میدان درگیری بازیکنای دو تیم. موفق بازیکنای فجر سپاسی. سعید زاره، عباس فیروز اصلا خوب نبود و سعید ابراهیم پور راحت توپو جمع میکنه. علی نظر محمدی داره صحنه واسه رو هم دیدیم. علی نظر محمدی گفتم که یه جون تازه به داماش گیلان داده و امیدواره که بتونه با این هوادارا تیم داماش رو به جایگاه اصلی خودش برگردونه. فصل پیش بود که علی نظر محمدی تونست داماشی ها رو تو لیگ یک نگه داره. تو بازی آخرونم حالا پرتاب به نفع فجر شهید سپاسی. پرتابو انجام میدن. حسین ساکی پرتابو انجام داد. علی غلامزاده توپو در اختیار داشت. محمد آژیر دوباره علی غلامزاده بود که بازیکن فجر توپو در اختیار دارن. محمد آژیر، عباس فیروز، خود عباس فیروز موفق بازیکنای داماش نه حالا بازیکنای فجر توپو در اختیار دارن. دوباره خود آژیر ببینید چیکار میکنه. سانتر انجام میده اما یه لحظه نزدیک بود ناهماهنگی بین مدافعین داماش و همچنین گلر کار دست تیم داماش بده. سعید ابراهیم پور، اینم هوادارهای خونگرم داماشی که با اومدن علی نظر محمدی انصافا یه جون تازه‌ای هم این هوادارها گرفتن. حرکت از بازیکن‌های داماش و میانه میدان خطا به نفع داماش اعلام شد. خطای
خطایی که به روی رضا زاهد تبار گرفته شد. این عملی نظر محمدی، آره گفتم با هیجانی که داره انصافاً یه جون تازه‌ای به داماش داده. هوادارا حالا امیدوارن به این تیم. توپ آمده شریفی از همونجا اومد ضربه رو بزنه، تو به کورنر میره یا نه که نه نرفت و علی غلامزاده است که توپو جمع میکنه. پیروز قربانی به این امید اومده تو این ورزشگاه که بتونه یه امتیاز بگیره، اما کار سختی خواهد داشت با این هوادارا و این بازیکن‌ها. پرس میکنه مهدی خانی، علی غلامزاد، دوباره خود غلامزاده، یه رفته برگشت با خود بازیکن داماش نتونستن توپو بگیرن میانه میدان. حالا گرفتن، حرکت قشنگ از بازیکنای داماش. چیکار کرد اینجا سامان مهرابی زاده؟ حمله رو تبدیل به ضد حمله کرد. کماکان بازیکنای داماش و توپو گرفتن بازیکنای داماش از بازیکنای فجر سپاسی. میانه میدان سعید حسین پور بود که به توپ اثر گذاشت. اینجا پاس مهداد بایرامی خوب نبود و گرفتن توپ بازیکنای فجر شای سپاسی. دوباره فجری ها، علی رستمی، گوشه زمین سمت چپ توپو در اختیار دارن. بالا برای سعید زاره، رو تو بستر گذاشت محمد امینی، پشت محبته. دوباره بازیکنای فجر سپاسی، سعید زاره یک و دوی رو اومدن انجام بدن و موفق بازیکنای داماش و از شکل ممکن توپو دور میکنن میانه های میدان. رو توپ اثر گذاشتن بازیکنای فجر و توپو در اختیار دارن بازیکنای فجر سپاسی. امید دارن که این فصل به لیگ برتر برگردن بازیکن تیم فجر سپاسی و همچنین هواداراشون. فجر هم مثل تیم داماش از تیمای ریشه دار لیگ یکه. میانه میدان علی نبیزاده، خودش توپو در اختیار داره. نبیزاده برد سمت چپ، آفسایدی که داور اعلام میکنه. پیروز قربانی هم اینم هر چی بگم کم گفتم. هوادارای خونگرم و دوست داشتنی داماشی ها که تو برف بارون گرما سرما همه جوره تشویق کردن تیم داماش رو. دوباره بازیکنای فجر سپاسی، مدار قشنگ چرخید علی نبیزاده، محمد آژیر، سینا شاه عباسی که حسیت گیلانی داره توسط هوادارهای داماش تشویق شد همین بازیکن سینا شاه عباسی. میانه میدان بازیکنای فجر توپو در اختیار دارن. گوشه درگیری بین دو بازیکن و خطایی که داور گرفت به نفع فجر سپاسی.
اینم پیروز قربانی گفتم با تیم فجر سپاسی فعلا در صدر جدول هست تا هفته 15 با 33 امتیاز. و داماشی ها که تا هفته 15 در رده 14 هستن با 16 امتیاز. حالا بازیکنای داماش زاهد تبار رو به عقب کار میکنه. محمد شریفی، کنان طاهر نژاد، محمد امینی، مهدی خانی رو به عقب برای کنان طاهر نژاد. اینم علی نظر محمدی که داره بازیکنای داماش رو کوچ میکنه تا بتونن این بازی رو هر جوری که شده امتیاز بگیرن. سعید ابراهیم پور، حالا حرکت بازیکنای داماش داخل محوطه و نزدیک بود سامان مهرابی زاده بتونه دروازه رو باز بکنه. نزدیک بود از اشتباه مدافعین فجر استفاده بکنه سامان مهرابی زاده. دوباره فجری ها توپو در اختیار دارن. سینا شاه عباسی بردن سمت راست. حسین ساکی رو به عقب کار کرد با محمد آژیر. میانه میدان سعید زاره، حرکت بازیکنای فجر سمت راست رو به عقب با محمد آژیر. دوباره سعید زاره کوتاه کار میکنن بازیکنای فجر، بردن سمت چپ. ببینیم چیکار میکنن، اصلا اونجا سان خواهند کرد یا نه. بلند به روی دروازه ضربه سر زدن بازیکنای داماش و دوباره فجری ها توپو در اختیار دارن. یه بار دیگه اومد سان بکنه، نه، توپو گرفتن بازیکنای داماش و خطای فجری ها گرفته شد. احساس ناراحتی میکنه مهرداد بایرامی. ببینیم که وضعیت مهرداد بایرامی چه صورتی خواهد بود و میتونه بازی بکنه که فکر کنم میتونه و تا دقایق دیگر با اجازه داور باید وارد زمین بشه. حالا داور سوت میزنه و سعید ابراهیم پور میتونه بازی رو آغاز کنه. خود سعید ابراهیم پور پشت توپ، بالن به زمین فجر سپاسی. ضربه سر زدن بازیکنای فجر، اما دور موقعیت برای داماشیا داشت ایجاد میشد. میانه میدان درگیرم مهدی خانی و خطای هند رو داور اعلام میکنه. مهدی خانی که میگه هند من نبود. محمد آژیر
حرکت بازیکن‌های فجر سپاسی بلند فرستادن و توپی که به بیرون میره. اونورم دیدیم که علی نظر محمدی توپو کنترل کرد و کنترلش هم بد نبود انصافا. شاید بهتر از برخی از بازیکن‌های فوتبال که الان دارن بازی میکنن. دوباره فجری‌ها، پرتاب به نفع داماش گیلان. باز هم علی نظر محمدی و هوادارایی که انصافاً خوب دارن حمایت میکنن تو این بازی از تیم داماش گیلان و داماشی هم تا به اینجای کار در مقابل تیم صدرنشین پاپس نکشیدن و خوب بودن تا به اینجای کار. پرتاب به نفع داماش، شک گرفت. پیروز قربانی هم داره حس و جوش میخوره. البته که علی نظر محمدی داره بیشتر حرس و جوش میخوره. ضربه سر بازیکنای فجر میزنن. حالا توپو در اختیار داره زاهد تبار. خود زاهد تبار اگه لو میداد میتونست موقعیت خطرناکی ایجاد بشه برای فجر سپاسی. سعید ابراهیم پور پاسش به میانه های میدان رسید، کوتاه هم بود، میتونست بین را قطع بشه و محمد شریفی که خطا میکنه تو زمین داماش. محمد شریفی با داور داره صحبت میکنه. حالا فجری‌ها پشت توپ قرار گرفتن. داماش گل بزن رشتی‌ها بیقرارن. این شعار هوادارهای داماش گیلانه. اونا دلشون میخواد که یه گل بزنن و هیجان علی نظر محمدی رو ببینن. سرمربی که دوران بازیش هم از اون دست بازیکنایی بود که پر هیجان بود. حالا فجری‌ها پشت توپ قرار گرفتن، ببینیم چیکار میکنن. پاس بلند و اینجا این توپی که فرستادن به کورنر رفت. امیر طاهر بود که سانت کرد و سامان مهرابی زاده توپ رو به کورنر فرستاد. پشت توپ عباس فیروز، کورنر برای فجر بلند داخل محوطه، یه بار دیگه خطرناک و داماشه یه لحظه توپو برگشت دادن کماکان داخل محوطه و به هر شکل ممکن توپو دور میکنن داماشی ها. حالا بازیکنای فجر، سعید زاره رو به عقب کار میکنه با علی غلامزاده. دوباره خود سعید زاره، یه رفت و برگشت خود علی غلامزاده، علی نبیزاده، دوباره سعید زاره، نبیزاده، خود سعید زاره. موفق بازیکنای دوباره بازیکنای فجر. یه رفته برگشت خود بازیکنای فجری ها داخل محوطه. حالا بازیکنای فجر پاسو انداختن، کماکان توپو در اختیار دارن و توپی که به کنان طاهر نژاد
برخورد کرد و به کرنر میره. اعتراض علی نظر محمدی به ناظر داوری. خود عباس فیروز ببین چی کار میکنه عباس فیروز. این بار بلند تیر دو ضربه سری که بازیکن‌های داماش میزنن و توپو برگشت دادن. دوباره بازیکن‌های فجر و پرتاب به نفع فجری ها گرفته شد. میانه میدان از پشت مدافعین توپو دور کردن بازیکن‌های داماش، سر به سر شدن و حالا داور سوت زد و بازی رو نگه داشت. هر دو بازیکن داماش و فجر احساس ناراحتی میکنن. این هم هوادارایی که تو جایگاه ابر طوفانی هستن، جایگاه مخصوص هم دارن که جایگاه تیفوسی هاست. و هوادارایی که به هر حال اومدن، استقبال بدی هم نشده بعد از نتایجی که به هر حال داماشی گرفتن، اما با اومدن علی نظر محمدی فعلا دارن حمایت میکنن از تیم داماش گیلان. این اون صحنه‌ای که دو تا بازیکن روی زمین افتادن و دارن به وضعیتشون رسیدگی میشه تا ببینیم که به هر حال میتونن بازی بکنن یا نه. دو بازیکن فش که بلند شده مشکلی نداره، اما بازیکن داماش کماکان به روی زمینه. هفته 16 از دیروز برگزار شده. شهر راز شیراز با پالایش نفت بندرعباس. این هم علی نظر محمدی که داره با محمد شریفی صحبت میکنه. این هم محمد حبیبی در کنار آقای مومنی از پیشکسوتان فوتبال گیلان. آقای مومنی هم که نایب رئیس هیئت فوتبال استان گیلان هستن. آقای رجب زاده هم دیدیم صحنه که رئیس هیئت فوتبال رشت هستن و برای وضعیت این چمن و میزبانی انصافا زحمات زیادی رو میکشن، هم هیئت فوتبال رشت و هم هیئت فوتبال استان گیلان. دوستانی که به هر حال هستن و دارن زحمت میکشن. بعد از وقفه بازی باید به گردش در بیاد. زمین فجر فرستادن میانه میدان. بازیکن‌های داماش که محمد شریفی باشه ضربه سر و زد. دوباره مهدی خانی میانه میدان توپو در اختیار داره، اما فجری ها موفق تر هستن. حسین مالکی بود که توپو در اختیار داشت.
13 به بازی میاد، یعنی امیر محمد منصف. کنعان طاهر نژاد پشت توپ قرار گرفته، پرتاب بلند داخل محوطه، رو توپ اثر گذاشتن بازیکنای داماش و علی غلامزاده توپو جمع میکنه. عذرخواهی میکنم از شما بینندگان عزیز، ولی چند دقیقه‌ای که به حال صدا قطع بود و به حال مشکل حل شد و در خدمت شما هستیم. میانه میدان بازیکن داماش پرس خوبی میکنه، بازیکن فجر شهید سپاسی، حسین ساکی دوباره میانه میدان، بازیکن فجر پشت مدافعین رو مورد هدف قرار دادن، اما فعلا تا به اینجای کار موفق نبودن. محمد امینی توپو دور کرد، سامان مهرابی زاده به دنبال توپ، علی نبی زاده، محمد آژیر خودش توپو در اختیار داره، عباس فیروز حالا محوطه فرستادن، توپو دور کردن بازیکن‌های داماش و پرتاب برای فجر سپاسی، عباس فیروز توپو در اختیار دارن و این توپی که دور میکنن. سینا شاه عباسی رو به عقب کار کرد، دوباره کنعان طاهر نژاد، حالا بردن سمت چپ، توپ در اختیار دارن بازیکن‌های فجر. سینا شاه عباسی، خود سینا اون گوشه دارن کوتاه کار میکنن بازیکن‌های فجر، بازیکن‌های فجر اما گرفتن توپو داماشی ها. مهدی خانی نباید اشتباه بکنن بازیکن‌های داماش و محمد امینی که یه پرتابو گرفت از فجری ها. سعید ابراهیم پور، دوباره توپو در اختیار داره علی غلامزاده، گوشه زمین بازیکن‌های فجر رو به عقب کار میکنن و سینا شاه عباسی واسش بلند از عبی سری که آرمان لطف خدا زد و به بیرون رفت. پرتاب برای فجر سمت چپ، حرکتی رو آغاز کردن بازیکن‌های فجر. امیر محمد منصف به دنبال توپ بود که به توپ نرسید. سعید ابراهیم پور، سامان مهرابی زاده یه لحظه رو توپ سر گذاشتن بازیکن‌های فجر، خودش توپو در اختیار داره و پرتاب به نفع فجر سپاسی. سینا شاه عباسی، حسین ساکی پاس پشت مدافعین برای منصف که علی خدایی
موفق نیست. دوباره بازیکنای فجر و پرتابی که انجام شد برای فجری ها و توپ کورنر رفت. هوادارایی که تشویق میکنن و حالا کورنری که باید بازیکن‌های فجر بزنن. با پای چپ کماکان منتظریم که داور اجازه بده. حالا کورنر زده میشه بلند. دوباره بازم بازیکن‌های فجر یه بار دیگه، این بار کوتاه و سعید حسین پوره که خیال همه رو راحت میکنه و توپو دور میکنه. دوباره داماشی ها، کسی حضور نداره از بازیکن‌های داماش. حالا بازیکن‌های فجر توپو در اختیار دارن. علی رستمی، خطا به روی علی رستمی گرفته شد. بازی رو به گردش در میاره. جریان بندازه. شاکی فعلا پیروز و قربانی از بازیکن‌های خودش. قبلا هم پیروز و قربانی تو گیلان بوده و با تیم شهرداری آستارا که سرمربیش بوده و به نوعی آشنایی داره با فوتبال گیلان و این ورزشگاه. دوباره بازیکن‌های فجر، محمد آژیر رو عقب کار میکنه با علی غلامزاده. سینا شاه عباسی، علی نبیزاده. خود نبیزاده توپو در اختیار داره. محمد آژیر، امیر طاهر،
محمد شریفی یه لحظه رو توپ اثر گذاشت. دوباره محمد آژیر، نبیزاده، حسین ساکی، دوباره نبیزاده و خطا به نفع فجر شهید سپاسی. هوادارای خونگرم که 40 دقیقه از جریان بازی گذشته به کماکان دارن تشویق میکنن تیم داماش رو. فعلا نتیجه بدی نمیتونه برای داماش باشه با توجه به وضعیتی که داره در مقابل تیم صدرنشین لیگ 1. امیر طاهر پشت توپ قرار گرفته. البته نبیزاده بازی رو آغاز کرد. دوباره امیر طاهر، پاسش کوتاه، توپو دور میکنه بازیکنای داماش. نبیزاده رو به عقب کار میکنه با علی غلامزاده. دوباره نبیزاده، یه رفت و برگشت خود علی غلامزاده. پر هیجان داره کوچ میکنه علی نظر محمدی. آقا یه دوربین رو فقط بزنیم علی نظر محمدی رو نگاه بکنه که واقعا چقدر پر هیجان داره تیم داماش رو کوچ میکنه. ببینید با هم دیگه واقعا علی نظر محمدی اینجا دیگه قشنگ مشخص. ببینید قشنگ با بازیکن‌ها داره میدوه کنار زمین. اینجا داور خطا گرفت به نفع فجر شهید سپاسی. نبیزاده، طاهر خودش توپو در اختیار داره، پاسش بلند نیست. دوباره توپو دور میکنه بازیکنای داماش. سعید زاره رو به عقب کار میکنه. زاهد طوال به دنبال توپ. علی غلامزاده نتونست توپو بگیره. بایرامی، سعید حسین پور نه اومد نتونست کنترل بکنه سعید حسین پور و موقعیت از دست رفت برای داماشی ها. حالا بازیکن‌های فجر میانه میدان. طاهر، سعید زاره، محمد شریفی زیاد تو این بازی خوب نبوده. محمد شریفی، حالا بازیکن‌های فجر داخل محوطه سان می‌کنه. روی دروازه ضربه سر زدن بازیکن‌های داماش و آرمان لطف خدا بود و اینجا خطا گرفت. خطا رو محمد مهدی خانی مرتکب شد و جایی که مناسبه برای سانس کردن و ببینیم که این موقعیت برای فجر شهید سپاسی به چه صورتی خواهد بود. امیر طاهر پشت توپ با پای تخصصی خودش یعنی چپ. علی نبیزاده هم کنارش هست، البته بهش نزدیک شده. ببینیم چیکار میکنن بازیکن‌های فجر شهید سپاسی. طاهر خودش ارسال میکنه روی دروازه و ضربه سر و چجوری این توپ به بیرون رفت. موقعیت فوق العاده خطرناکی بود. 3 دقیقه هم وقت اضافه اعلام میشه توسط داور چهارم. موقعیت خطرناکی که برای فجر شهید سپاسی از بین رفت.
سعید ابراهیم پور، سامان مهرابی زاده، موفق بازیکنای داماش، مهدی خانی و حسین ساکی که با قیچی برگردون توپو به بیرون فرستاد. چقدر محمد شریفی عصبانیه. کنان طاهر نژاد اومده که پرتابو انجام بده بلند داخل محوطه. سامان مهرابی زاده نتونست رو تو بستر بذاره. دوباره مهدی خانی و آفساید اعلام میشه توسط کمک دوم مسابقه، یعنی آقای محمد عبدلی. سینا شاه عباسی، محمد آژیر خودش توپو در اختیار داره. علی غلامزاده، دوباره محمد آژیر و پرتاب به نفع فجر شهید سپاسی. بازی بدی نبود اما موقعیت زیادی هم نداشت انصافاً و یه موقعیت برای فجر شهید سپاسی ایجاد شد که از کنار دروازه به بیرون رفت. حرکت بازیکن‌های فجر، سعید زاره موفق نیست. حالا سعید حسین پور از داماش، نه واسش بد بود. سعید حسین پور و توپی که به بیرون زد و اینجا هم سوت پایان بازی در نیمه اول به سر در میاد. 0-0 دو تیم به رختکن میرن. اصلاحات کوتاهی خواهیم کرد، ان شاءالله با آغاز نیمه دوم در خدمت شما خواهیم بود.
برگشتیم و با نیمه دوم داماش و فجر شهید سپاسی در خدمت شما هستیم. اینجا حرکت بازیکنای داماش که توپو گرفت علی غلامزاده، دوباره بازیکنای فجر سپاسی، زاهد تبار خودش توپو در اختیار داره، کماکان زاهد تبار احساس ناراحتی میکنه. زاهد تبار و و توپی که به بیرون فرستادن بازیکنای فجر، اما علی نبی زاده بود که توپ به بیرون زد، هرچند که دلش نمیخواست، اما به حال توپ در اختیار بازیکنای فجر قرار میگیره. سینا شاه عباسی، دوباره محمد آژیر بازیکنای فجر پشت مدافعین، اما توپو دور میکنن بازیکنای داماش و عتبه نفع فجر شهید سپاسی قرار میگیره. حالا موقعیت یه بار دیگه بازیکنای فجر و زاویه سر بازیکنای فجر که حسین شهابی زاویه سر زد، اما در اختیار بازیکنای داماش قرار میگیره. یعنی سعید ابراهیم پور خودش بلند پرتاب به نفع داماش گیلان. علی خدایی زاویه سر زد بازیکنای فجر، محمد شریفی محمد آژیر، یه رفت و برگشت خود محمد آژیر دوباره بازیکنای فجر کماکان درگیر بازیکنای فجر و حالا خطا پشت محوطه، موقعیت خطرناک برای فجر به وجود اومده. ببینیم کدوم بازیکن این ضربه رو میزنه. توپ دوتا از بازیکنای فجر قرار گرفتن، یکیشون که نبی زاده است و دیگرین فکر کنم سعید زاره است اگه اشتباه نکنم. نه، سعید زاره نیست، امیر طاهره و علی نبی زاده. کدوم بازیکن ضربه رو میزنه؟ نبی زاده ساند میکنه روی دروازه و ضربه سری که کنان طاهر نژاد زد کماکان تو شلوغی و خطا به نفع داماش گیلان.
سعید ابراهیم پور. تو نیمه دوم یه مقدارم به جمعیت تماشاگرای داماش اضافه شده. به هر حال ساعت 14:30 که برگزار بشه همین میشه که تعداد تماشاگر تو نیمه دوم بیشتر خواهد شد. خیلی از این هوادارا تا ساعت 2-2:30 سر کارن تا برسن به ورزشگاه. عملا نیمه اول رو از دست میدن. علی غلامزاده، دوباره خود علی غلامزاده. سینا شاه عباسی، منطقه بازی رو عوض کرد، برد اون سمت. محمد آژیر، دوباره خود محمد آژیر. علی نبیزاده، حرکت بازیکنای فجر میانه میدان. امیر طاهر، نبیزاده، خود نبیزاده. حرکت بازیکنای فجر، دوباره خود نبیزاده پشت مدافعین که موفق نبودن تا به اینجای کار. حالا یه حرکت بازیکنای داماش و شکل ممکن توپو دور میکنن. سامان مهرابی زاده توپو کنترل میکنه، نه موفق نیست و دوباره فجری ها توپو در اختیار دارن. دوباره نبیزاده، قلب تمام حملات فجر همین علی نبیزاده است که بیشتر توپا رو میگیره و توپو پخش میکنه. اگه داماشیا بتونن علی نبیزاده رو کنترل بکنن، این هم هوادارایی که با جون دل دارن تشویق میکنن، شاید بتونن نبیزاده رو کنترل بکنن، بازی رو هم در دست بگیرن. بازیکن‌های داماش، سعید حسین پور، بازیکن‌های داماش، علی خدایی، بتونن نکنه کنترل بازی رو هم در دست بگیرن. بازیکن‌های داماش، سعید حسین پور، کماکان بازیکن‌های داماش، علی خدایی، دیگه نمیدونیم حالا به چه مناسبتی به ورزشگاه اومدن. انشالله که خیره. یه تشکرم بکنیم از آقای نعیمی پور که فعلا تا به اینجای کار مالک تیم داماش هستن و مورد حمایت قرار دادن تیم داماش گیلان رو. با اومدن علی نظر محمدی هم که مطمئنا اوضاع بهتر خواهد شد. دوباره نبیزاده،
هوای کاملا خوب، بازی هم که انصافا بد نیست اما موقعیت زیاد نداره، سرد داره دنبال نمیشه این فوتبال، اما به هر حال مربی‌ها راضی نیستن، هم پیروز و قربانی و هم علی نظر محمدی که حالا فعلا محمد رضا مهدوی کنار خط هست، سالها برای تیم داماش بازی کرده، هم او هم علی نظر محمدی و کادری که به هر حال اومدن تا شاید بتونن شرایط رو بهتر بکنن برای داماش گیلان. سینا شعباسی، علی رستمی، میانه میدان حسین شعبی، محمد آژیر، گوش زمین توپو در اختیار دارن فجریا، رستمی، حالا بازیکن‌های داماش و خطا، شاید میتونست کارتم نشون بده، بله کارت رو نشون میده به بازیکن فجر. دوتا تعویض قرار داماش انجام بده، کارت زردی که آقای شهرام حمیدی هم تو تصویر میبینیم که مدیر تیم داماش. تو تصویر میبینیم که مدیر داماش تا زمین رو بتونن آماده بکنن و این نشون از همدلی تیم فوتبال داماش رو میده. ضربه سر بازیکن‌های داماش زدن، پرتاب به نفع فجر شهید سپاسی. دیدم که خسرو سیاپور وارد زمین شد و همچنین هادی رفسنجانی ضربه سر رو زد، محمد شریفی رو تو بستر گذاشت، دوباره موفق بازیکن‌های تا زمین رو بتونن آماده بکنن و این نشون از همدلی تیم فوتبال داماش رو میده. ضربه سر بازیکن‌های داماش زدن، پرتاب به نفع فجر شهید سپاسی. دیدم که خسرو سیاپور وارد زمین شد و همچنین هادی رفسنجانی ضربه سر رو زد، محمد شریفی رو تو بستر گذاشت، دوباره موفق بازیکن‌های تا زمین رو بتونن آماده بکنن و این نشون از همدلی سر گذاشتن بازیکن‌های داماش، دوباره باز هم بازیکن داماش، حالا بازیکن‌های فجر اون گوشه توپو در اختیار دارن، میانه میدان رستمی، سعید زاره، نبیزاده، سمت راست پشت مدافعین برای سعید زاره و توپی که به اوت میره، ضربه سر کنان طاهر نژاد که
به سعید زاره برخورد کرد و به اوت رفت. سعید ابراهیم پور، سامان مهرابی زاده رو توپ اثر گذاشت. دوباره خود سامان و پرتابی که برای داماش شکل میگیره. دوباره پرتاب، خطایی نگرفت داور. محمد امینی موفق بازیکنای داماش، کنان طاهر نژاد و توپی که به بیرون میره به نفع فجر. پرتابی که انجام دادن بازیکنای فجر سپاسی. حالا پشت محوطه کماکان موقعیت، یه ضربه خطرناک و توپی که به بیرون میره. ضربه‌ای که علی رستمی زد، شوتش محکم از بالای دروازه، البته با اختلاف به بیرون رفت. ضربه بلند به زمین فجر سپاسی. رستمی یه رفت و برگشت، دوباره خود رستمی یعنی میدان خوب کار کرد. حسین ساکی نتونست توپو کنترل بکنه. عباس فیروز توپو لو داد سامان مهرابی زاده و هادی رفسنجانی. حالا توپو در اختیار دارن بازیکنای فجر. حالا بازیکن داماش توپو در اختیار دارن، ببینیم چی کار میکنن که پاسش خوب نیست. آفساید مهرداد بایرامی گرفته شد. امیر طاهر، مهرداد بایرامی، کیخسرو سیاپور، حرکت بازیکن‌های داماش. ببینید چیکار میکنه خود کیخسرو سیاپور. پاس انداخت عالی موقع سامان مهرابی زاده. وای که میتونه سامان مهرابی زاده دروازه رو باز بکنه. توپ رو پاش جفت و جور نشد. موقعیت عالی که توسط سامان مهرابی زاده به بیرون رفت. و افسوس علی نظر محمدی و هوادارای داماش. دوباره باز هم بازیکنای فجر. پرتاب به نفع فجریا شکل گرفته. اصلا فرصت هست تشکر بکنم از آقای نعیمی پور که زحمات زیادی رو برای داماش کشیدن و هزینه میکنن. و جدیدن هم که با آوردن علی نظر محمدی اوضاع داماش رو سر و سامون دادن. این هم موقعیتی که عالی بود، پاس عالیه که خصوص سیاپور و این ضربه که سامان مهرابی زاده ضربش به بیرون رفت. سینا شاه عباسی سمت چپ، حرکت بازیکنای فجر شهید سپاسی. توپو دور میکنن بازیکنای داماش. مهرداد بایرامی به دنبال توپ. رضا زاهد تبار تک زد، اما دوباره بازیکنای فجر و پرتابی که به نفع داماش شکل میگیره و ناراحتی پیروز قربانی
که فعلا تیمش نتیجه لازم رو نگرفته. پرتاب کیخسرو سیاپور، کنان طاهر نژاد، مهدی خانی، حالا حرکت بازیکن داماش، محمد امینی از اون بازیکنی که میتونه ساند بکنه، فرستاد روی دروازه، فرصت نه، توپو بین راه دور کردن بازیکنای فجر. سعید زاره تو بالا در اختیار داره، کماکان بازیکنای حالا فجر میتونن ضد حمله‌ای رو ترتیب بدن اما گرفتن تو بازیکنای داماش. محمد شریفی و خطای محمد شریفی رو داور اعلام میکنه. محمد شریفی رو داور اعلام میکنه. البته علی نظر محمدی، مطمئنم به عشق علی نظر محمدی اومدن این هوادارا. سات بلند، تیر دو و اینجا که سعید ابراهیم پور توپ جمع میکنه. کیخسرو سیاپور، پرتاب به نفع داماش. خسرو سیاپور، سامان مهرابی زاده توپو کنترل کرد، احساس ناراحتی میکنه بازیکن فجر یعنی امیر طاهر. انصافاً هرچی من از این هوادارا بگم واقعا کم گفتم. 69 دقیقه مدام دارن تشویق میکنن تیم داماش. حالا این بر رضا زاهد تبار و اوتی که به نفع داماش گیلان شکل میگیره. موقعیت خطرناکی که سامان مهرابی زاده از دست داد. موقعیت خوبی بود تا داماشیا بتونن 1-0 جلو بیفتن. شماره 44 کلچار اومد. حالا موقعیت برای بازیکن داماش داخل محوطه، رو تو بستر گذاشت. کیخسرو سیاپور رو عقب کار میکنه. آرمان لطف خدا ضربه سر رو زدن بازیکنای فجر. حالا ایجاد موقعیتی شد برای بازیکنای فجر سپاسی. ببینیم چیکار میکنه. موقعیت یه بار دیگه فرصت و از کنار دروازه توپ به بیرون رفت. اینم علی نظر محمدی که به شدت به روی مدافعین فریاد کشید و حسین شهابی بهترین موقعیت تیم فجر رو از دست داد تا کماکان 0-0 مساوی. بازی دنبال بشه. خطرناک بود موقعیتی که بازیکنای
فجر شهید سپاسی انجام دادن. فعلا گلر داماش احساس ناراحتی میکنه. اینا موقعیت رو با هم ببینیم که تک به تک بود و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت و کماکان اینم علی نظر محمدی که هیجانش در نوع خودش جالب توجهه. بکنم قشنگ مثل بازیکن‌ها، البته بازیکنایی که 10-12 کیلومتر میدوئن، احساس خستگی بکنه بعد از پایان بازی. سعید ابراهیم پور، هادی رفسنجانی با اون قد و قامتش باید بیاد ضربات سر رو بزنه، اما بازیکن فجر ضربه سر زدن. امیر طاهر به توپ نمیرسه. امیر طاهر بلند داخل زمین داماش، فجری ها رو تو بسر گذاشتن. رفسنجانی بازیکن داماش نتونسته موقعیتی ایجاد بکنه و بازیکن فجر توپو در اختیار دارن. سعید زاره بود که چند دقیقه قبل از بازی بیرون اومد و امید افشونه که وارد زمین شد به جای سعید زاره. سینا شاه عباسی، خود سینا شاه عباسی پشت مدافعین، حالا موقعیت کماکان بازیکن‌های فجر و توپو دور میکنن و از شکل ممکن. نبیزاده رو به عقب کار میکنه با غلامزاده و توپو دور میکنه علی غلامزاده. میانه میدان نبیزاده، سینا شاه عباسی، حالا خود شاه عباسی کماکان موقعیت باز کنه که فجر که خصوص سیاپور و مهرداد بایرامی که احساس ناراحتی میکرد توپو به بیرون فرستادن تا به وضعیت این بازیکن رسیدگی بشه. احساس ناراحتی میکنه مهرداد بایرامی، پزشک تیم داماشم اومده و داره به وضعیت مهرداد بایرامی رسیدگی میکنه. پرتاب و داماشی انجام دادن. توپ در اختیار سعید ابراهیم پور. 75 دقیقه از جریان بازی گذشته و 0-0 به نفع رقیبای که اومدن و دارن تلاش میکنن تا بتونن به لیگ برتر برسن و سقوط نکنن. این نتیجه به نفع سایپا میتونه باشه و دیگر تیمایی که پایین جدول هستن و نزدیک داماش. سعید ابراهیم پور تو وسط گذاشته بازیکن‌های داماش
مرداد بایرامی، شعباسی ضربه سر زد. دوباره بازیکن‌های فجر، علی نبیزاده، خود نبیزاده، حسین ساکی که توپ به نفع داماش به بیرون رفته. دوباره پرتاب کمی جلوتر باید برای داماش تکرار بشه. مرداد بایرامی درگیر بازیکن‌های فجر و داماش. حالا کماکان ببینیم چیکار میکنه. نه، اشتباه کرد محمد شریفی. منطقه بازی رو عوض کردن، بردن اون سمت. رستمی، خود رستمی شوتو میزنه. رستمی و سعید ابراهیم پوره که توپو به کورنر فرستاد. اینجا توپو محمد شریفی لو داد و همون باعث شد که ایجاد موقعیت بشه برای تیم فجر سپاسی. حالا عباس فیروز رفته که کورنر رو بزنه برای فجر شهید سپاسی. خود فجری ها داخل محوطه، ضربه سر زدن بازیکن‌های داماش. حالا بایرامی و توپو دور میکنه. رضا زاهد تباره که به دنبال توپ. سامان مهرابی زاده رو توپ اثر گذاشت. دوباره خود زاهد تبار. حالا رفتن برای حمله، ببینیم چیکار میکنه بازیکن‌های داماش که نتونست زاهد تبار توپو برسونه به سامان مهرابی زاده. دوباره واسه بازیکن‌های فجر که خصوص سیاپور یه لحظه اشتباه میکنه و یه کورنر رو راحت نصیب فجری ها کرد که خسرو سیاپور. دوباره یه مقدار من عذرخواهی بکنم، نور خورشید رو تصاویر ما به حال تاثیر داره و من از شما عذرخواهی میکنم. دوباره فجری ها سانتر روی دروازه و این ضربه سری که کماکان توپو در اختیار دارن. دوباره کورنر شد برای فجر شهید سپاسی. امیر طاهر و عباس فیروز. حالا خود طاهر ضربه سر زد. مرداد بایرامی، نبیزاده، حسین ساکی، طاهر با پای چپ. سانتش خوب نیست. حالا میتونن بگیرن تو برن برای زدن، اما کماکان رستمی. خیلی جالبه علی نظر محمدی دوباره خطا اعلام نکرد. محمد شریفی توپو در اختیار داره و خطا به نفع داماش گرفته شد. کنم سینا شاه عباسی که داره احساس ناراحتی میکنه. سینا شاه عباسی که به بازی برمیگرده. محمد شریفی هم به بازی برمیگرده. خطا
به نفع فجر سپاسی. خطای سامان مهرابی زاده به روی حسین ساکی. دوباره بازم بازیکنای فجر اون گوشه توپو در اختیار دارن. نبی زاده یه تعویض هم قراره برای تیم داماش انجام بشه و میبینم که فرشاد هاشمی کنار زمین حضور داره. فعلا توپو در اختیار دارن بازیکنای فجر. پشت محوطه خطرناک، میتونه بازیکنای فجر استفاده بکنن. اعتقاد به خطا داشتن اما داور این اعتقاد رو نداشت. دوباره باز هم بازیکنای فجر. ببینیم چیکار میکنه. توپو محمد امینی به کرنر گرفت داور. دوتا تعویض هم قراره فجری ها انجام بدن. من دیدم محمد شریفی قراره بازی رو ترک بکنه، فرشاد هاشمی قراره جاش به بازی بیاد. اینورم فجری ها بازیکن شماره 20 و 14 رو قراره به بازی بیارن. محمد حسین گلپور شماره 20 و 14 هم که رضا امانی نژاد. علی نظر محمدی که با من از اینجا رگ گردنش رو دیدم که غیرتی صحبت میکرد با بازیکن خودش که قرار بود وارد زمین بشه با فرشاد هاشمی و با محمد شریفی هم خوشبش کرد، بهش روحیه داد و با اومدن علی نظر محمدی گفتم که روحیه از دست رفته به داماشی ها برمیگرده. آرمان لطف خدا ضربه سر زد. حالا میانه میدان توپو در اختیار دارن بازیکنای فجر. نبی زاده، فرشاد هاشمی رو توپ اثر گذاشت. فراد محمد آژیر، شعباسی، علی غلامزاده، خود علی غلامزاده، حالا سینا شعباسی، علی رستمی، نبی زاده، حسین ساکی برد سمت راست. کوتاه کار میکنن بازیکنای فجر. حالا پاس عمقی، ببینیم چی کار میکنن بازیکنای فجر. بالا فرشاد هاشمی که واسه اولش خوب نیست. مقداد بایرامی، کماکان درگیرن بازیکنای دو تیم و پرتاب به نفع فجر شهید سپاسی. نبی زاده اشتباه کرد. نبی زاده، حالا بازیکنای داماش، مقداد بایرامی توپش نرسید اما دوباره میانه میدان توپ در اختیار داره. مهدی خانی توپ میخواد اما فجریا توپ در اختیار دارن. احساس ناراحتی میکنه بازیکن فجر اما پرتاب به نفع فجر شهید سپاسی شکل گرفته. هم تیم داماش هم تیم فجر شهید سپاسی، اینم پیروز قربانی که معترض به داور مسابقه. البته که انصافا صحنه خاصی رخ نداده. به چی اعتراض میکرد حالا پیروز قربانی ما هم نمیدونیم. کنم به خاطر این صحنه بود
حالا چه اتفاقی افتاد که دستشو گرفت؟ حالا فکر کنم ناخواسته بود در اتفاقی هم که افتاد و به حال توپو در اختیار دارن بازیکنای فجر. حالا بازی باید شروع بشه توسط فجری ها. اینجا آره رو دستش پا گذاشت سامان مهرابی زاده. علی رستمی به بازی برگشت. محمد آژیر. خود محمد آژیر گوشه توپو در اختیار دارن، فرستادن تیر دو موقعیت و سعید ابراهیم پور توپو در آغوش میگیره. هشتاد و 8 دقیقه از جریان بازی گذشت و 0-0 مساوی. دوباره بازیکنای فجر توپو در اختیار دارن. سینا شاه عباسی. امیر طاهر، نبیزاده پشت مدافعین، ضربه سر بازیکنای داماش. حالا موقع بازیکنای فجر شهید سپاسی که خطای بازیکنای فجر گرفته میشه. خطایی که محمد حسین گلپور انجام داد، خودش هم شوت زد که توسط بازیکن‌های داماش بلوکه شد و بعد به روی بازیکن‌های داماش خطا کرد. این هم هوادارای داماش که با جون و دل تو این بازی از تیم داماش حمایت کردن. حالا یه کارت زرد رو به کی نشون داد؟ به هر دوتا بازیکن نشون داد، به گلر نشون داد. کارت زردی که داور نشون داد به گلر و نمیدونم به کنان طاهر نژاد هم نشون داد یا نه که به سعید ابراهیم پور نشون داد. حالا به کنان طاهر نژاد رو متوجه نشدیم. خود کنان بلند به زمین فجر شهید سپاسی. دوباره بازیکن‌های 6 دقیقه وقت اضافه اعلام شد. عجیب و غریب بود این 6 دقیقه. مدل وی آری وقت اضافه گرفت داوری مسابقه. حالا داخل زمین تیم داماش کیخسرو سیاپور. حالا مهدی خانی خودش توپو در اختیار داره. مهدی خانی کماکان موقعیت. مهدی خانی ببینیم چیکار میکنه. کیخسرو سیاپور شاید خودش فکرش نمیکرد که مهدی خانی بخواد به کیخسرو سیاپور پاس بده. دوباره فجری ها توپو در اختیار دارن. علی نبیزاده، علی رستمی، یه رفت و برگشت خود رستمی پشت مدافعین. موفق بازیکنای داماش و پرتاب به نفع فجر شهید سپاسی. اینم واقعا قشنگ داره به چشم میاد که بازی داماشی ها روونتر شده.
و مطمئنم که فعلا علی نظر محمدی کار خاصی نکرده جز ایجاد انگیزه. حالا موقع فرصت خطرناک، چیو گل نکردن بازیکن‌های فجر و دقیقه 92 بود که میتونست گل پیروزی رو بزنن بازیکن‌های فجر شهید سپاسجویی. پیروز قربانی که با یه مدل خاصی افسوس میخوره و اینم علی نظر محمدی که فعلا تا به اینجای کار تیمش نتیجه لازم رو گرفته. 0-0 مساوی. حالا بازیکن‌های داماش اما رو به عقب کار کردن بازیکن‌های فجر. فرشاد هاشمی ضربه سر و زد، خطای بازیکن‌های فجر رو نگرفت. چه اعتراضی میکنه علی نظر محمدی. حالا بازیکن‌های داماش میانه میدان. مرداد بایرامی خصص، مرداد بایرامی سمت راست. بازیکن‌های فجر بلند داخل محوطه، خطرناک میتونه باشه. توپو دور کردن. حالا علی رستمی، خود رستمی. حالا موقعیت نبیزاده، کماکان موقعیت داخل محوطه. ببینیم چیکار میکنه بازیکن‌های فجر. به نظر که به دستش رسید اما کماکان موقعیت و بله چی شد اصلا معلوم شد آفساید گرفت، بازی خطرناک گرفت، هند رو گرفت، ما هم متوجه نشدیم. علی نظر محمدی هم یه کارت زرد رو نشون میده. اینم کارتی که به حال به علی نظر محمدی داور مسابقه نشون داد. یعنی میثم صفاری. مهدی خانی دوباره بازیکن‌های فجر. علی رستمی بردن سمت راست. محمد آژیر ساند میکنه. کنان طاهر نژاده که ضربه سر زد. حالا سامان مهرابی زاده درگیرن. فرشاد هاشمی پاسش خوب بود. حالا بازیکن‌های داماش ببینیم چیکار میکنن. موقعیت یه بار دیگه برای بازیکن‌های داماش، کماکان پشت محوطه و توپی که گرفتن فجریا و سینا شاه عباسی بود این کارو انجام داد. حالا بازیکن‌های فجر شهید سپاسی. علی نبیزاده بین را توپو قطع کردن. حالا بازیکن‌های داماش. مرداد بایرامی نتونست توپو کنترل بکنه. دوباره بازیکن‌های فجر توپو در اختیار دارن. توپ بیرون هنوز نرفته. علی رستمی ببینید چیکار میکنه. سانده بلند روی دروازه، یه ضربه سر و گل. و چه دقیقه‌ای، چه ثانیه‌ای. دقیقه 95 فجریا گل برتری رو زدن و 1-0 عقب میفتن داماشی ها. خیلی بد بود این گل و حیف شد. داماش تو این بازی حقش باخت نبود. متاسفانه گل برتری رو فجریا زدن و تعویضی هم که حالا انجام میشه برای داماش گیلان. صحنه آسا رو خواهیم دید حتما.
با هم ببینیم اینجا این سانتی که انجام شد و ضربه سری که زده شد و توپ درون دروازه قرار گرفت. حالا بازیکن‌های داماش 1 دقیقه فقط فرصت دارن تا بتونن این گل خورده رو جبران بکنن. حالا بازیکن فجر علی رستمی میانه میدان، تو بازیکن‌های داماش گرفتن. مهرداد بایرامی میانه میدان، بازیکن‌های داماش زاهد تبار، مهرداد بایرامی رو تو وسط گذاشت. حالا مهدی خانی موقعیت برای بازیکن‌های داماش و اینجا هم سوت پایان بازی به صدا در میاد و 1-0 تیم فجر شهید سپاسی موفق شد اینجا این گل رو با هم ببینیم. به نظر که آفساید هم نمی اومد. آره کاملا مشخص بود. یه مقدار حالا دوستان معترض بودن روی چی میگن. همه شما رو به خدای منام میسپارم تا برنامه دیگه و فوتبال دیگه. خدا نگهدار.